با سلام. امروز 21 اردیبهشت 1404 و ما با آخرین قسمت از استرچ یعنی بخش سوم در خدمت شما هستیم. من امید و دیگه به هر حال دیگه تموم میشه این داستان استرچ. بخش این طولانی شد ولی عوضش میدونیم که استرچ چیه، چجوری کار میکنه. آیا توی وارماپ، کولدان، همون سرد کردن جمع کردن قبل و بعد ورزشمون بذاریمش نذاریمش، مکانیسمش چجوریه؟ چیزی نیست که ما توی دانشگاه یاد گرفته بودیم یا توی ذهن آدم های بیرون یا احتمالا خودمونه. و توی اپیزود قبلم تأثیرش رو توی بیماری های مختلف مثل فیبرومیالژیا، آرتروز، کمردرد، اسپاستی و اینا بررسی کرد. اپیزود رو ادامه میدیم با تأثیر استرچ توی تریگر پوینت. در واقع اگر شما تریگر پوینتی تشخیص دادین در بیمارتون، استرچ نه خوبه. در یه ریویو هم گفتن اگه اهل نیدل زدن هستین و نیدل هم میخواین بزنین که احتمالا همه ایرانی هستن، بهتره اول نیدل بزنین بعد استرچ بدین. حالا جالب بود. ولی خب جالب بدونی که ما مقاله‌ای نداریم که این دوتا رو با هم مقایسه کرده باشن، یعنی بگیم مثلا نیدل بهتره یا استرچ. برای بهبود کانترکچر چطور استرچ؟ کانترکچر که همون میشناسیم، مخصوصا توی بیمارهای نورولوژی دیده میشه. این که دیگه اصطلاحاً عضله خیلی سفت شده، حالا کاری به فیزیولوژیش نداریم دیگه. عضله واقعا قابلیت استرچ نداره، خیلی خیلی سفته. حالا از روی سفتی نمیشه تشخیص داد و کرایتریای خودشو داره، ولی بحث امروز ما اصلا کانترکچر نیست. در مورد کانترکچر اگه بخوایم استرچ بدیم، یه چیزی که خب خیلی شایع هم هست و درمانگرا انجام میدن، یه مقاله کاکرین داریم. مقالات کاکرین که خب دیگه هم میشناسین. مقاله کاکرین مال 2017 است. میگه ما با اطمینان نسبتاً بالا میگیم استرچ فایده نداره. یه جایی که تقریبا مطمئنیم استرچ جواب میده و احتمالا خیلی از شماها و آدمای معمولی هم تا حالا تجربهش کردن، همین ماسل کرمپ هایی هست که هممون تجربه میکنیم، مخصوصا حین ورزش. گرفتگی عضله. تو تلویزیون دیدین طرف مثلا فوتبالیست عضله پشت ساق پاش هم استرچ هر جایش میگیره، پاشو میگیرن بالا کشش میدن، آقا واقعا هم بهتر میشه. یعنی اصلا شکی توش نیست که همون لحظه درد آدم بهتر میشه. و یا حالا اون عضله که رفته توی انقباضش رفت میشه. این کمک های اولیه میمونه. دقیقا همینی که تو تلویزیون میبینید. به محض که عضله میگیره میان یه استرچی به مفصل میدن که اون عضلش رو کشش بدن و حالا بهتر بشه. ما امروز بازم کاری به این ماسل کرمپ ها نداریم، ولی عموما این ماسل کرمپ هایی که به استرچ جواب میدن که هممون میدونیم اکسرسایز ایندیوست ماسل کرمپ ها هستن. یعنی ماسل کرمپ هایی که به دنبال ورزش ایجاد میشن. اون مدل ماسل کرمپ های شبانه و تو طول روز بدون اتفاق خاصی اینا عموما نیستن. اونا شاید علتهای خیلی متفاوت دیگه ای داشته باشه. این اکسرسایز ایندیوس ماسل کرمپ ها توی اندام تحتانی اغلب تو همستر و عضلات کاف ایجاد میشن و همونطوری گفتم برای اینکه حلش کنیم هم وقت استرچش میدیم. مکانیسمش دقیقا معلوم نیست. مثل همون اپیزود اولی که در مورد استرچ توضیح دادم، توی همینا مکانیسمش معلوم نیست. فکر نکنین عضله منقبض شد کشش دادم از انقباض در اومد. نه، واقعا ممکنه که دیدن شاید ممکنه تحمل ما رو نسبت به این ماسل کرمپ ببره بالا. و اون چیزی که کلا مهمه بدونیم که خب یه دور کوچیکم توی تاثیر استرچ توی گرم کردن و سرد کردن قبل از ورزش توضیح دادم، اینه که این استرچ درسته مثل همون کمک های اولیه وقتی این ماسل کرمپ ایجاد میشه بهترش میکنه، اما جلوگیری کننده و پیشگیری کننده از این ماسل کرمپ ها نیست.
یه چیز باز جالبه دیگه اینه که بدون این استرچ روی اعصاب محیطی هم تاثیر داره. یه چیزی که احتمالا نمیدونین یا شاید هم میدونین، نمیدونم، اینه که عصب خودش کش نمیاد. عصب مثل عضله قابلیت حالا اصطلاحا کشسانی نداره. بلکه حالا اعصاب محیطی، دقت کنین، نرو روت ها نه، ریشه های عصبی که از نخاع میان نه، اونا خیلی قابلیت کشسانی حالا خیلی خیلی کمی دارن. اما اعصاب محیطی، پریفرال نروز ها، مدیان، اونا، نمیدونم، هم سیاتیک تو پا، اینا تا حالا کشتی کج دیدین؟ مثل زمینه کشتی کج هستن، طرف اون یکی رو پرت میکنه به سمت تناب، تنابه یه کمی کش میاد. دقیقا مثل همین تنابه دور زمینه کشتی کج هستن. اعصابای محیطی خیلی شلوول نیستن، مثل همون تنابه کشتی کج قشنگ سر جاشون قرار گرفتن، ولی یه کوچولو قابلیت کشسانی دارن. اصطلاحا هم بهش میگن نرو بد. به تخت عضله، یا حالا تخت معنی نکنیم، مثلا بگیم اون محلی که عضله، میگم اون محلی که عصب قرار داره، قابلیت نوسان داره، مثل دقیقاً مثل همون مثال کشتی کج. و خود عصب قابلیتی کشش نداره. یا اینکه حالا همین نربت قابلیت نوسان داره، یا بعضا ممکنه عناصر تنسایل و الاستیک دیگه ای که توی پرینوریوم هستن قابلیت کشش دارن، که حالا باز اینا رو خیلی کاری بهشون نده. پس استرچ روی اعصاب محیطی هم تاثیر داره. یه عصب عموما بین 5 تا 20% بدون اینکه اون کشش بهش آسیب نزنه میتونه اصطلاحاً الانگیشن پیدا کنه. شما مثلا سیاتیک رو وقتی اسلا رو انجام میدی، تا 20% مثلا اون نرو بد که کشش پیدا بکنه احتمالا اتفاق خاصی نمیفته. ولی حالا اگه فردی کششی احساس کرد شما ادامه دادی، احتمالا کشش ممکنه از اون دامنه فیزیولوژیک عدم آسیب عصب بگذره، آسیب ایجاد کنه. یه چیز خیلی باحالی مقالاتی که میخوندم بگم اینه که میگفت همه اعصاب از سمت فلکشن مفاصل رد میشن. مثلا شما میخوای آرنج رو فلکس کنی، اعصاب از سمت فلکشنش رد میشن که شما نتونی کشش براش بیاری. از سمت اکستنشنش رد نمیشن که شما وقتی فلکشن انجام میدی عصب کش بیاد. بجز دوتا عصب، یکی عصب اولنا و یکی عصب سیاتیک، در این دوتا عصب خیلی مستعد آسیب های حالا اصطلاحاً تروماتیک هستن یا کششی هستن. خیلی جالب بود برای خودم. در کل دنیای اعصاب محیطی خیلی باحال و خیلی خیلی پیچیدن، ولی در کل اینکه بدونین که اعصاب هم استرچ روی اعصاب هم تاثیر داره، ولی نه اونی که ما فکر کنیم خود عصب مدیان کش بیاد. مکانیسمش همینی هست که توضیح دادم. و خب طبیعتا نرو موبیلیزیشن که حالا الان اسمای ما به اسم نرو موبیلیزیشن میشناسیم، ولی خب الان به اسامی متفاوت دیگری میشناسن و میگن درست تره. استرچ اعصاب یا همین نرو موبیلیزیشن ها، اینا توی بهبود درد و فانکشن کمک میکنه و حالا خیلی دقیقاً مکانیسمش هم معلوم نیست که چجوری باعث بهبود درد و فانکشن میشه. که خب حالا اگر مکانوسنسیتیویتی، نرو مکانوسنسیتیویتی ها رو مطالعه کنین، اگه دوست داشتین میتونین به چیزایی پیدا کنین. اگه یادتون باشه، نمیدونم اپیزود 6 بود 7 بود که من در مورد دردهای تراپز فوقانی توضیح دادم. قبلا گفتم که تمرین اکسنتریک بدیم، یعنی در واقع من خیلی موافق تمرینات اکسنتریک به جای خالص استرچ دادن هستم. جالب میدونی که یه ریویو اومد دید که وقتی که این تمرینات اکسنتریک یا کلا تمرین تقویتی میدین، یادتون باشه تو مریضتون احتمالا استیفنس اول میره بالا. ممکنه چون اینا به صورت آزمایشگاهی بحث کردن استیفنس میره بالا، یعنی با وسیله
ولی ممکنه که مریض شما ابراز کنه که آره ممکن احساس کنم انگار سفتی عضلم بیشتر شد، ولی یادتون باشه بعدش میاد پایین، بعد چند روز. و در آخرم یادتون باشه این دامزی که گفتم، یادونه توی اپیزود دوم بود یا فکر کنم اول بود که در مورد دیلی آنست ماسل سورنس گفتم که پیکش توی 24 تا 48 ساعت اول است. این سفتی که بعد از تمرینات حالا اکسنتریک هم باز میگن، من چرا اکسنتریک توی ذهنم مونده، میگن غلطه و بگین ایسنتریک. تمرینات ایسنتریک، این سفتی که ابتدای کار میره بالا رو با دامز اشتباه نکنی. این استیفنسی که بعد از تمرینات ایسنتریک پیدا میکنین تقریبا بلا فاصله بعد از تمرینه. مثل همین حس دم کردنی هست که بدنسازا مثلا میگن احساس کنم عضلم دم کرده، بزرگ شده و این چیزا. پس این احساس استیفنس رو با اون دامز قاطی نکن. خب امیدوارم که یه جورایی دیگه سعی کردم هر سوالی در زمینه استرچ هست یا هر تمی در زمینه استرچ وجود داره رو کاور کنم بر اساس مقالات خوب و مقالات جدید و قدیم تا 2025. چون استرچ برای ما به نظر خودم خیلی مهمه و جزئی از درمانهای ما هست که خب همونطور که عرض کردم توی همین 3 تا اپیزود دیدین که من به علتهایی که توی همین 3 تا اپیزود توضیح دادم اونقدر رو استفادهش نمی کنم و درصد خیلی کمی استفاده میکنم، برعکس زمانی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدیم و میگفتیم هر عضله سفته، هر دامنه حرکتی توی مفصل کمه، بریم سراغ استرچ. استرچ جزء جدای ناپذیر درمان هامون بود که خب حالا دیدیم که اونقدر هم خبری نیست و در مقایسه با بقیه درمان ها احتمالاً رفوزه میشه. حالا رفوزه کفه ترازو براش میاد پایین تر، نه ببخشید کفه ترازو میره بالاتر به نفع مابقی درمان ها سنگین تر میشه. موفق باشین و شبتون خوش.